آمریکایی ها میخواستن یک بندی باشه که ما رو اگر از دید اونها به هر دلیلی ما نسبت به تعهدات برجام کم گذاشتیم، اونا با یک شمشیر مثلا چیزی بالا سر ما باشن بگن آقا ببین تو کم گذاشتی پس من این شمشیر رو میارم پایین، مثلا یه هم چیزی، یعنی بتونن ما رو تحت فشار قرار بدن. لذا یک توازنی میشه گفت ایجاد شد، اگر اشتباه نکنم بند 36 و 37، که ما متقابلا گفتیم اگر شما هم در طول این فرایند یه جایی کم گذاشتید، ما اختیار داریم بر اساس اگر اشتباه نکنم 36 و 37 برجام، ما میتونیم با تشخیص خودمون برخی از تعهداتی که تو برجام دادیم نادیده بگیریم. این اسنپ بک در مقابل این بند 36 و 37 بود، توجه میکنید. ولی یادمه وقتی که اسنپ بک داشت مطرح میشد، چون که حق وتو رو یه جوری زیرکانه‌ای از 5 کشور گرفته بودن، زیرکانه‌ای که اگر بخواد اسنپ بک بشه دیگه کسی نتونه وتوش بکنه. یعنی پیشنهاد اسنپ بک اگر رفت تو شورای عالی امنیت ملی، کشورهای دارای حق وتو نتونن اینو وتو کنن. اینجا خب یه پیشنهاد هوشمندانه امریکایی‌ها دادن که حالا عباراتش بگونه است که تدوین شده که این اتفاق بیفته. اینجا من یادمه توی یکی از جلسات اعتراض کرد آقای لاوروف که این داره حق وتوی ما رو میگیره. حالا اینم من خاطرم هست ولی خب دیگه حالا پیش رفت.